خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 اردیبهشت، ضبط قبلی ما خاطرتون باشه 19 اردیبهشت بود. خب امروز نکنید ببینید من میخوام نرم افزار اینیلاجیک رو بیشتر توضیح بدم و مقایسه ان انجام بدیم با ارینا. نکته اینجاست که توی اینیلاجیک من این مثال بانک رو خدمت شما خواهم داشت و اونجا انیمیشن بیشتر صحبت خواهم کرد و نحوه جمع‌آوری اطلاعات توی اینیلاجیک رو بعد ان شاءالله در یک بخش دیگری این مثالی که تو ارینا انجام شده رو من اینجا براتون پیاده میکنم و اونجا تکلیف شما میدم. ببین من میام تو فایل، اولین کار فایل نیو مدل و اینجا دقیقاً چیکار میکنم؟ اینجا میام اسم میذارم برای مدلم، مثلا میگم من پروژه بانک رو دارم. خب و اینجا دقت کنید مدل تایم شبیه اون تو ارینا بود. تو ارینا من اینجا سری براتون میارم. تو ارینا در حقیقت اتفاق میافتاد اونجا توی ستینگ یادتون باشه ستاپ ران ستاپ یادتون باشه ما اونجا تنظیم میکردیم که اینجا گفتیم ران ستاپ اینجاتون باشه، گفتیم که بیس یونیت مثلا چی هستش. خب این گزارشات بر مبنای چی دقیقاً نشون داده بشه، محاسبه بشه. خب اینجا من میگم دقیقه باشه، این همونه مینت میذارم و فینیش رو میذارم. خب حالا نکته اینجاست که پس من این کار انجام میدم. خب من برای اینکه میام و در حقیقت در ادامه کار ما اینجا از پروسس پالت های مختلفی ما اینجا داریم که اولا که ابزارها رو آماده پالت بندی کرده و پالت های مختلفی داره. مثلا یک ابزار برای پروسس مدلینگ لایبرری که همون دیسکریت ایونت هست. اگه روش نگهداری توضیح میشه که همون چیه، همون دیسکریت ایونت هست. خب من اینجا مثلا سورس رو استفاده میکنم. سورس عملا معادل با کرییت هست تو ارینا. خب و اینجا سورس رو میذارم اینجا چون من میخوام طبق مثال دیگه پیش برم. مثلا فرض کن اینجا میذارم چقدر میذارم 0.3 پر ریت 0.3 پر مینت. این اگر حساب کنم حدود میشه اگه تقسیم 1 تقسیم 0.3 این تقریبا 3 خورده دقیقه مشتری وارد میشه. این خب بخش دوم 25 اردیبهشت. ببین اینجا من در حقیقت من این رو دیلیت کنم اضافه کردم. خب من یه سورس اینجا استفاده کردم. در ابتدا گفتم مدل کرییت هست و بعد اینجا میام نگاه میکنم میبینم من اینجا کیو دارم توی در ابزارهای پالت پروسس مدلینگ کیو میذارم اینجا و بعد مثلا فرض کن میگم که همینطور نگاه میکنم روی این ابزارهاش و مثلا میرسم به یه دیلی و اینجا یه دیلی رو هم در اینجا استفاده پالت از این ابزار استفاده میکنم و مثلا سینک معادل دیسپوز هست در ارینا. خب ببینید اینجا به این ترتیبه که اگه این فلو چارت این فلو چارت ما بهش میگیم تو مهندسی. خب اینجا قطعات میاد مثلا یا مشتری ها میاد سورس، بعد اینجا یه صفی براش در نظر گرفتیم ها، بعد این دیلی سرویس دیلی مثلا فرض تلاشکاری دقیقاً یک خدماتی رو اینجا یا یه تولیدی اینجا انجام میشه رو برای در واقع هر ورودی که انجام میشه اون سینک میشه میره بیرون. سینک دیسپوز از حالا اینجا میشه مرز مدل من که میخوام دقیقاً در نظر بگیرم به اون مرز من بقیه کاری ندارم. خب تو اینجا فلو چارت من اینجا هستش. نکن اینجا چیزی که هستش اینکه من این پالت هم که ان شاءالله تو این بخش امروز که 25 استفاده کنیم پالت پروسس مدل لایبرری که مدل دیسکریت ایونت هست سیمولیشن که مثالش داشتیم. همچنین از امکانات خیلی خوب این نرم افزار که انواع نمودارها هست هیستوگرام بار چارت استفاده خواهم کرد برای خروجی ها نمایش خروجی ها و یک دقیقاً یه امکان خوب دیگه که اینجا وجود داره در حقیقت بحث مربوط به انیمیشنش هست که ان شاءالله این رو هم شما می‌کنم صحبت کنم که همین اسپیس مارک آپ هست. این مارک آپ می‌دونید مارک آپ میکنه فضا این فضا رو چیکار میکنه؟ اول فضا رو دقیقاً مارکر میکنه دیگه. مثلا میگه اینجا فلان ادامهش اینجا توضیح خواهم داد. خب اجازه بدید که سراغ سورس برم. سورس رو گرفتم دقیقاً 0.3 پر مینت. کیو رو محدود میکنم ظرفیتش رو. حالا اینجا ظرفیتش رو محدود میکنم و مثلا میذارم چقدر؟ میذارم 15 تا. اینجا به ما صف ما محدود ظرفیتش 15 نفر بیشتر نیست. اسم دیلی رو هم میذارم ATM. اینجا هم مشخصا منظورم اینه که دقیقاً دستگاه ATM اجازه بدید که و اینجا زمان در حقیقت توضیح رو ما اونجا نمایی میگرفتیم ولی میتونیم هر توضیح اینجا در نظر بگیریم. تو تمام نرم افزار امکان هست بسازی. خب برخلاف ریاضیات. خب شما میتونید اینجا توضیح مد نظر خودتون رو به راحتی اون میاد جنریت میکنه و دقیقاً درست میکنه به شکلی مثلا تریانگولار میذارم. مثلا چقدر میذارم؟ میگم مثلا تریانگولار مثلا فرض کنید که مثلا نیمه، مثلا حد اکثرش مثلا 1.5 و مثلا مودش یعنی چقدر 8 هم هست. خب اینم توضیح پیوسته است که و اینجا واحدش میذارم چقدر؟ میذارم دقیقه. خب الان این مدل من میام اینجا تو ران به اسم مدل بانک بود دیگه. مدل بانک هم آماده است و رانش میکنم چیز میکنم. مرسی. خب بخش سوم 25 اردیبهشت هست. ببینید ما اینجا مدلی که حاضر کردیم فقط من این لحظه این چند یه داکیومنت دارم استفاده میکنم. ATM رو دقیقاً اینجا ATM رو آماده شده کرده گرفته 8 هم مینیممش گرفته 8 هم. خب و ماکسیمومش رو گرفته در حقیقت مود که اون 1.5 هست و ماکسیمومش رو گرفته 3.5. درست. من یه بار دیگه این رو اجازه بدید پاک کنم موجودات از همینجا راحت‌ترم. خب پس مینیمم دقیقاً 8 همه و ماکسیموم میشه 3.5 و مودش رو گرفته 1.5 دقیقه.
اون هر 3 دقیقه وارد میشدن اگه خاطرتون باشه. خب این دقیقاً و اینجا دقیقاً باید وارد حواستون باشه اگه زمان بگیرید صف تشکیل نمیتون تون چیز کنه. یه نکته که بیشتر آپشن‌هاشون کپاسیتی دارن. اینجا کپاسیتی 1 گرفتم. ببین کپاسیتی اینجا به مفهومی که ظرفیتش یعنی که یک نفر در آن واحد میتونه از این ATM چاپ کنه خدمت. این ATM معادل ATM شما تو بانک‌ها می‌بینید دستگاه کامپیوتر دستگاهی هستن که ماشین‌ها هستن که دقیقاً بیرون بانک‌ها هستن به مشتری‌ها چه خدمت میدن و قبلا یه صف تشکیل میشه بابت آدمایی که در ایران میان و یک شخصی داخل ATM هست. پس این عملاً کپاسیتی که میذاره یک میذاریم عملاً کیو چی میشه؟ دیگه کیو از این پورتش دیگه خروجی نخواهد داشت. اینقدر میمونه. محض اینکه اینجا خالی میشه خود کیو میدونه که میفرسته داخل این دارم تحلیل کار میکنه. یکی این نکته بعدی که ما خدمتتون عرض بکنم ببینید صفحه طراحی دقت کنید. من از با موس با کنترل و این دکمه چی میگن این چرخ با موس اینو کوچیکش بکنم ببین این دقت کنید یه صفحه اینطور آبی رنگ پررنگی این همون صفحه این ناحیه که اینجا آبی رنگی همون ناحیه است که شما در چیز میبینید در خروجی در حقیقت رانتون میبینید. خب این دقیقاً یه ناحیه عملاً آماده مختصات رو عملاً این مثلا این ناحیه بالا سمت راست، ناحیه بالا سمت چپ، ناحیه پایین سمت راست، ناحیه پایین سمت چپ. این ناحیه پایین سمت راسته که ملاک دقیقاً چیز هستش. خب اون چیز شما تو خروجی میبینید. بعضی اشتباه میکنن که اینا جای دیگه بسازید تو خروجی نمیبینید. فلوچارت. نکته بعدی که ببینید ما فلوچارت رو ساختیم و بعد کانفیگ کردیم. مثلا گفتیم تو کانفیگ چه گفتیم سورس ما این تیپی 3 دهمه، بعد گفتیم کیو ما ظرفیتش مثلا محدوده، دست اسمش گذاشتیم ATM، توش هم گفتیم مثلث نمایی نیستش و بعد سینک به هم تحت خروج است. پس این رو دقیقاً خدمتتون عرض کردم. حالا من رانش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. من برای ران کردم اول کار یکی من بیلد مدل چک میکنم آیا مدلی که ساختید ارور داره نداره. بذار من یه بیلد مدل میذارم. این بیلد مدل توی در حقیقت توی ارینا هم ما هم چیزی داریم میگه بیل کامپلیتلی ساکسسفول این پایین نوشته توی دقیقاً تو ارینا در حقیقت ما اینو داریم. ببین ما تو ارینا تو ران در حقیقت این چک مدل بزنیم. مثلا مدل که ساختم میگه نو ارور اور رانینگ. اگه ارور داشت خب باید حوصله کنید ارورشو رفع کنید. خب حالا چون ارور نداره من رانش هم من چند تا اکسپریمنت دارم، چند تا آزمایش میتونم انجام بدم. من هم آزمایشم به کار خودم رو انجام میدم. ببین تو پالت هایی که اینجا صحبت کردم ازش این طرف پروژکت پوش هایی که باز هست میاره. ما شما احتمالاً فهمید پوش بانکتون فعال هست. خب همین پوشی که ایجاد کردید بانکتون فعال هست. خب لذا من اینجا میگم آقا من کدوم آزمایش اکسپریمنت رو میخوام اجرا کنی. شبیه سازی کار با اکسپریمنت های مختلفه. خب در واقع من میگم من میخوام بانک سیمولیشن رو اجرا کنم. بانک سیمولیشن اجرا میکنم و چه اتفاقی میفته وقتی تو بانک سیمولیشن میرم به همون مدل همون ناحیه گفتم بهتون سمت چپ دقیقاً سمت راست پایین رو مبنای قرار میده. هر آنچه باشه اینجا میتونه منابع شده. شما الان مدل در حال ران شدن هست و من میتونم این کاروش انجام بدم. از این استاپ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 4 رو خدمت شما هستم از 25 اردیبهشت. ببینید الان مدل در رام میشه درسته. الان مدل در رام میشه. این علامت دقیقاً این دو تا خط این مدل ران الان کنه 76 تا اینجا از 76 تا از اینجا عبور کرده. اینجا 76 تا 77 وارد شده 77 مثلا خارج شده. این ورود و خروج رو نشون میده به هم ترتیب و این بالا هم صف نشون میده. مثلا چقدر اینجا الان کپاسیتی استفاده میکنم. مثلا کپاسیتی این از صف این 0 نفر کپاسیتی صف این 0 بیکار. خب اینا نشون میده. خب من میتونم اینجا اسپید رو سرعت رو تند و کمش بکنم. میتونم اینجا دقیقاً 2 برابر کنم به ترتیب مثلا 5 برابر. میتونم کاهشش بدم سرعت. این بسی به خود داره. میخواید مدل رو دقیق ببینید فیلم رو کند کنید فیلم رو تند کنید درسته. این نکته اوله. خب اینجا میتونید برگردید حالت نرمالش که همون دقیقاً نرمالی است که بدون که سرعت زیاد. همین رو اینجا فست فوروارد اینو تو ارنام داشتیم. اینجا دقیقاً اینجا مثلا سرعت بود. اینجا میتونید سرعت زیاد کم بکنید و اینجا فست فوروارد بود. میتونید برگشت به سرعت کم. اینجا هم دقیقاً اسکیل فاکتوری بود اسپید فاکتوری بود انجام بدید که این همین ما اینجا هم داریم. خب اینجا ما این همین رو اینجا داریم. خب این نکته است. نکته دوم که خیلی مهمه من اینجا اگه بیام اینجا دقیقاً تاگل دیولپر پنل اینجا دقیقاً این ایونت ها رو میاد چیکار میکنه. ایونت هایی که اتفاق افتاده تو این چیز رو بهتون نشونتون میده. خب لذا اینجا من فکر کنم الان یه لحظه در زمان داره حرکت میکنه و نشون میده که دقیقاً چه همون اف ای به نوعی همون اف ای ال ماست. خب به نوعی همون اف ای ال ماست. الان ببین 320 دقیقه 320 الان 322 دقیقه از شبیه گذشته. اگه تو باشه 3 دقیقه یعنی عملا ما باید 100 تا ما اینجا باید ورود داشتیم. درست هم هست. ببین ما 3 دقیقه بوده 300 دقیقه پس ما اینجا روش 100 تا چون تو استوکاستیک دیگه توضیحش نمایی هست 90 پس این درسته. خب پس این از این و نکته جایی که اینه که ما
پس ما الان مدل رو دیدیم و به این ترتیب پس برمیگردیم موجود اینو میبندیم. من میتونید روی کلیک بکنید مثلا جزئیات بیشتر مثلا در مورد صف این بلاک صفتون میتونید مثلا ببینید که خب ظرفیتش 15 بود که بود این تایم اوت حالا اینجا مثلا 19 تا وارد شده 19 92 تا خارج شده این اوریج مثلا طول صف رو میتونید ببینید خب و اینکه مثلا الان توش کسی تو صفش انتظار نیست و اینا میتونید ببینید. همین در مورد ATM میتونید ببینید در مورد ATM اطلاعات میشه از چند ما اطلاعات بیشتر میتونید یاد بگیرید چی رو بگیرید. اما اینجا این نکته خیلی جالب تایم اوت یعنی چی؟ ببین تایم اوت حالا اینجا این امکان نداره شما میتونید صف رو طوری تنظیم میکنید که اگه مثلا یه حدی دقیقاً مشتری موند از صف خارج شه بعد تایم اوت اون حد چون ما الان اینجا دیزیبل یعنی غیر فعال هستش ولی امکان تو صف وجود داره که ما صفایی بررسی کنیم که مشتری لزوما تو صف نمیمونن بعضی موقع چی میکنن از صف خارج میشن. خب مرسی از شما. خب به نام خدا بخش پنجم از 25 اردیبهشت ما. خب الان میخوام وارد بحث انیمیشن بشم که انیمیشن یه موضوع مهم توی شبیه سازی هست یعنی جذابیت‌های موضوع شبیه سازی برای کسی که میخوان روش سرمایه گذاری کنن و بخرن اون انیمیشنش هست یک نکته اینه. بعد برای ما هم انیمیشن مهمه چون میتونیم خیلی از ایرادهای مدلمون رو دقیقاً از طریق انیمیشن پیدا کنیم بفهمیم درسته و من انیمیشن رو میخوام توی لوجیک به شما توضیح بدم صحبت کنم. بعد قبلش بعد شایعه نکته مورد زمان میخوام بگم. بعد شما مثلا فرض کنید مثلا میگید آقا تو سورس مثلا میگید آقا 0.3 مثلا ریت پر مینت یعنی هر 3 دقیقه این 3 دقیقه توی وقتی اجرا میکنید اون 3 دقیقه نیست که شما تو واقعیت میبینید. این نکته مهمیه. مثلا شما اینجا مثلا بذارید پیرامید مثلا بزنید سال اینه که مثلا یک سال تو اینجا بیشینی مدل مثلا یک نفر وارد سیستم بشه. لذا مدل در دقیقاً اینو طوری مقیاسی که مدل برای زمان استفاده میکنه قطعاً کمتر از واقعیته. خب اما شما میتونید با اون روشی گفتم بتونید سرعت 2 برابر کنید 5 برابر 10 برابر کنید یا تا اونجا که امکان داره ماکسیمم اسپید میتونید کنید اون سرعت رو کنترل کنید. اگه براتون خیلی مهمه که در مثلا انیمیشن یا در خود فلو چارت رو اجرایش رو با واقعیت منطبق کنید با این باید با اون اسپید فاکتور کار کنید که بتونید اینو انجام این نکته هستش بتونید به اون واقعیت نزدیک شید. خب بریم سراغ انیمیشن. به معنی فلو چارت ساختم مثلا مشتری وارد میشن میرن توی صفحه ایتم بانک بستینگ من میام اینجا از این اسپیس مارک اپ این اسپیس مارک اپ دقیقاً امکاناتی وجود داره که من میتونم دقیقاً این انیمیشن براتون بسازم. خب میام یه پوینت نود استفاده کنم. این پوینت نود خودی معمولا اینا توضیح خوبی دارن. مثلا گفته پوینت نود معمولا تعریف میکنه چی تعریف میکنه امکان براتون میسر میکنه یا میسازه براتون امکان میده که تو میتونه به عنوان نود استفاده بشه نود ترانسپورتیشن یعنی دقیقاً گره حمل نقل عبوری توی شبکه این یه شبکه هستش شما میتونید دقیقاً این گره های نودهای اون شبکه رو با استفاده این پوینت تعریف کنید. خب یا اینکه میتونید یه فضایی در نظر بگیرید پوینت رو که مثلا اونجا یه سینگل ایجنت یا ایجنت در صحبت خواهم کرد. ایجنت همین چیزی که توسط سورس کرییت میشه ما بهش میگیم ایجنت. توی ادبیات قدیم بهش میگفتن انتیتی. پس انتیتی یا ایجنت چیزی که توسط سورس یا کرییت ایجاد میشه وارد شبکه میشه. خب تو این مثال من الان این ایجنت یا انتیتی معادل با همون چیه اینجا معادل با دقیقاً مشتری هستش میگه کن ریزاید این میتونه دقیقاً اون سینگل ایجنتی که میتونه چیکار کنه اونجا ساکن بشه. شما یه محل در نظر میگیرید که مثلا ما اینجا یه محلی هست که مثلا فرض کن مشتری‌ها چی میشن منتظر میمونن یا دقیقاً درش پروسه‌ای رو انجام میدن. یو کن یوز پاس میگه شما میتونید پاس رو استفاده کنید برای اینکه این نودها رو چیکار کنید. یعنی شما اگه این شبکه در نظر بگیرید گراف در نظر بگیرید یه سری نود داره و این نودها توسط پاس ها که اینجا هست میتونم متصل بشه. من فعلا یه پوینت رو اینجا میذارم براتون این پوینت رو میذاریم اینجا. حالا این پوینتی که من اینجا گذاشتم رو عرضم به حضورتون که مثلا یه اسم نود داره و به همین ترتیب حالا من میتونم توی ATM اینجا بگم آقا اینایی که میان اینجا و دقیقاً من دارم بهشون خدمت ارائه میدم اینا توی چی تو همین پوینت دقیقاً تو این پوینت منتظر بمونن. اینجا مثلا اینجا من پوینت رو اینجا میذارم و بعد میگم که این تو این پوینت تو پراپرتیزش اینجا تو قسمت پراپرتیزش اینجا دقیقاً کالرش رو میام این روش کلیک میکنم کد جاوا براش می‌نویسم میگم که دقیقاً اون ATMی که صحبت کرده بودیم این ATM dot size اینجا کلی اکشن کنترل اسپیس نقطه کنترل اسپیس کلی فانکشنایی که به روی ATM مثل آبشری شما استفاده کنید اینجا براتون میاد. مثلا یه تابع داره به نام چی تابع پرانتز معلوم میشه به نام سایز که میگه سایز تعداد ایجنت هایی که الان دقیقاً چی ان دارن اینجا دقیقاً مورد دیلی هستن. مثلا اینجا معلومه که دارن خدمت دارن اینجا سایز رو من اینجا یه دستوری توی دقیقاً جاوا وجود داره به نام علامت سوال بعد دو نقطه اینجا اگر این شرط اینجا میگه اگر اینجا سایز بزرگتر از 0 بود یعنی که کسی هست که داره از ATM استفاده میکنه. لذا اینجا رنگ اون نقطه رو مثلا ما میذاریم رد
یعنی دقیقاً اون خونه قرمز میشه که داره استفاده میکنه. دو نقطه که میذاری در غیر این صورت این دقیقاً شبیه ایفه، به نام میگن ایفای سریع بهش میگن، کویک ایف بهش میگن تو ادبیات جاوا. خب تو C++ اینا کیوش سریع بهش میگن. دو علامت سوال، اگه ترو بود این شرط، این کاندیشن میگن کاندیشن. اگه این شرط درست بود یعنی ATM مشغوله، رد میشه رنگ ATM. در غیر این صورت مثلا شما میگید گرین. این رنگ ها هم چون بیس جاوا داره اینا خودش دقیقاً اون مجموعه رنگ‌هاش قابل استفاده است، شما تو استفاده کنید. بعد این پس این میشه الان این پوینت ها بین ATM وصل شد. حالا میتونم یه مسیر اینجا با پس اون که علامت مداد داره با دور کلیک کنید، دبل کلیک کنم رنگ مداد که شد، یه بار کلیک میکنم نقطه شروع، دو بار کلیک کنید. بذار من یه بار کنترل زد میکنم. خب بذارید همینجا من سیوش بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 6 25 اردیبهشت. دو ادامه هم بحث درست کردن انیمیشن رو خدمتتون عرض می‌کنم که ما اینجا میتونیم چیکار کنیم، یه برای سطحمون یه مسیر درست بکنیم که آدم‌ها یا قطعات یا هر چی از اونجا بس اینکه ایجنت مکتب سورس منظورم چیه اونجا وایس، برای اینکه دوبار کلیک کنید شد مداد میشینه که البته مداد داره با دور کلیک کنید. خب بعد من میام وقتی این کارو می‌کنم یه بار روش کلیک می‌کنم نقطه شروع و بعد شما مسیری دوست دارم رو میسازم. خب مثلا فرض کنید مسیر من تا اون به نودم وصل بشه. خب اسمش هست پس و من میام تو کیو مثلا میام اینایی که میان تو کیو وای میسن 15 نفر هر چقدر که میان دقیقاً صفش 15 دیگه، اینا لوکیشنشون توی پس باشه. این هست درسته. حالا وقتی شما ران میکنید متوجه تفاوت‌ها میشه. الان اگه من بذارم اینو دقیقاً ران بکنمش به چه اتفاقی میفته؟ وقتی ران میزنم ببین الان اتفاقی میفته اینه که ببین اینا همه سبز آبی میگم سبز دقیقاً رد و گرین بود دیگه، رد گرین میشه و من میتونم ساعت کم و زیاد کنم با دست خودم که مثلا رد هست وقتی رد میشه اینه که ATM فعاله، در حقیقت گرین هست و بعد اگر صفی هم باشیم اینجا وای میشن. این نکته. خب حالا بعد مطلب بعدی که میخوام انجام بدم میتونم اینجا بیام و یه قسمتی داره به نام پرزنتیشن که من میتونم اینجا یک 3D ویندو برای خودم ایجاد بکنم. خب که وقتی ران که میکنم دقیقاً بتونم توی سه بعد یعنی عملاً نمایش سه بعدی رو داشته باشم. درسته. توی نمایش سه بعدی مثلا شما اگر بیاید مثلا فرض کنید من میتونم موو کنم به این ترتیب روی این حرکت بکنم، کافیه که دکمه سمت چپ موس رو نگه دارم و اون جهتی که میخوام شو کنم دکمه سمت چپ موس رو نگه دارم و شروع کنم به چی؟ شروع کنم به حرکت کردن. خب یعنی حتما با دکمه سمت چپ موس رو نگه دارید و ازم با سمت راست چرا کنید روش حرکت کنید. یا اگه بخوام روتیتش بکنم کافی آلت رو نگه دارم، و اصطلاحاً چرا کنم اصطلاحاً میتونم روتیت کنم با آلت رو نگه دارم و با سمت دقیقاً با چپ شروع کنم روتیت کردنش. یا میتونم با این اسکرول داون که اون چرخه رو موسه میتونم اینو چرا کنم، میتونم این رو بزرگ و کوچیک کنم، زوم این و زوم آوت بکنم. خب این دقیقاً از این هست که خدمتتون و بعد خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش هفتم این 25 اردیبهشت. ببینید ادامه بحث. درسته. من یه کاری ببینید اول نکته بگم. وقتی شما 3D می‌کنید من حالا به سمت چپ موس استفاده می‌کنم برای اینکه رو صفحه روی اون تو سبود حرکت بکنی. میتونی آلت رو نگه داری همزمان سمت چپ موس برای اینکه روتیت بکنی و میتونی از اون اسکرول استفاده کنی روی موست و برای اینکه زوم این زوم آوت بکنی. اینا که گفتم امکانات توی موس شما دقیقاً معادل‌های دیگه داشته باشه. من اینو برای موس خودم و ویندوز گفتم. خب حالا بریم سراغ امکانات دیگه بیشتر اضافه کنیم. بریم مثلا فرض کنید من میام اینجا و میام چیکار که انجام میدم، میام توی قسمت همین دقیقاً پالت مواد پرزنتیشن میام یه ایجنت تایپ اینو اضافه میکنم به اینجا. ایجنت تایپ من اسم مثلا میذارم کاستومر، مشتری، همون که ایجاد میشه و یه شکل براش انتخاب میکنم. شکل استفاده میکنم مثلا شکل دقیقاً اینجا مثلا پرسن استفاده میکنم. خب اینو فینیش میزنم. الان به من یه دقیقاً کاستومر اضافه کردم با نماد مثلا چی، نماد دقیقاً انسان. یا بعد اینو تو سورس میگم آقا بعد که تو جنریت میکنی قربون دست دارین که بهتر مفهوم انتیتی یا ایجنت رو متوجه بشن، اصلا بفهمن که دقیقاً چی داره کرییت میشه، از همون نماد کاستومی که من درست کردم استفاده کن. این یه نکته. خب و شما میبینید که شما متوجه تفاوت خواهید شد. یا تو بحث ATM من اینجا به جای که دایره بذارم و طرف متوجه نشه که اینجا چیه، میتونم بیان اینجا امکانات خیلی خوب از تصاویر خیلی خوبی که اینجا وجود داره 3D آبجکت استفاده کنم و مثلا توی مثلا تو بخش مثلا همه چی میلیتری نمیدونم بیلدینگ پیپل اینا همه امکانات هست. خب بیام چرا کنم یه بخش مثلا فکر کنم اگه کنم
میگم یه بخش مثلا حالا من چون داکومنت استفاده میکنم، شما خودتون سر فورس میتونید بیشتر مطالعه کنید. مثلا تو سوپرمارکت دستگاه ATM وجود داره. خب این نماد ATM حتی شما میتونید عکسای رو در قالب آیکون در بیارید اینجا از اد کنید و خب اینو میید اینجا و اینجا قرارش میدید. این دیگه چی میشه؟ این الان این دقیقاً اینجا قرار میگیره. حالا تو توضیحاتش نوشته که الان تو مثلا شما میتونید اینا اورینتیشنش رو با توضیح که انیمیشن انجام میکنه اگه دیدید اشکالی داره اینا میتونید توسط دستگاه کنید. دیگه تو که پوزیشنش من داکیومنتش میخوندم میگه روتیشنش رو بچرخون به دستگاه سه بعدی صفر بکن که احتمالاً همون حالت ایکس رزیدی که دانشگاه ما درس میدن دبیرستان که دیگه زدش نچرخیده طرف بالا هستش. مگه نه الان ران کنم متوجه تفاوت‌هاش میشید. من رانش بکنم این رو و الان انیمیشن رو شما میتونید انیمیشن رو به مدیر نشون بدید. خب یک هاستینگ شبیه الان ATM اینجا هستش و مشتری من میتونم سرعت میتونم بیشتر بکنم که ببینم که چه اتفاقاتی میفته. بعد این نکته که هستش اینه که بله الان آدما دارن میرن و اینا رو درست. پس این نکته بعدی. خب مرسی از شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 8 25 اردیبهشت. ببین تو ادامه هم بحث حالا مدل بانک من میخوام این مدل حالا فلو چارت هم میخوام توسعه بدم یا تو شبیه سازی یادتون باشه حتما با یه مدل کوچیک بسازی بعد توسعه بدی. خب حالا میخوام برم درون خود بانک. تو بانک دقیقاً کارمندان زحمتکش هستن اونجا مستقر هستن در خدمات میدن. پس من اینجا برای اون میام چیکار میکنم؟ برای اون میام از سرویس استفاده میکنم. خب به عنوان تکلیف ببینم کی میتونه بگه که در حقیقت فرق بین سرویس و کجا ما از سرویس استفاده میکنیم و کجا از ترکیب کیو و دیلی رو به من بده. پس یه تکلیف اونجا دارید شما حواستون باشه. خب من میام اینجا یه سرویس میذارم اینجا. این تو این سرویسه میام چیکار میکنم؟ خب این سرویس رو میام و ازم به حضورتون که خب این سرویس هم یه دیلی تو سرویس هم کیو هست هم توش دیلیه. درسته؟ خب پس روش کلیک میکنم میام میگم خب آقا میگم آقا این توضیحش میگم هم مثلثی هست تریانگولار هست و ببینیم تریانگولاره مثلا فرض کنیم ما مینیممش رو میگیریم 2.5 دقیقه اینو مثلا میگیریم 6 دقیقه. واقعیت هم نسبت واقعیت هم خب معمولا دستگاه کارمندان تو کاراشون بیشتره دیگه حجم کارشون که برای مشتری انجام میدن و مثلا اسکان کنم اینجا 11 هست این اروش بخاطر اینه و اینجا 6 هستش. اینو اوکی میکنم اینجا میذارم چی پر دقیقه. خب یه تغییره. همچنین ما مثلا میتونیم خود بانک رو میتونیم تو بانک رو چاپ کنیم میتونیم تو بانک رو محدود بکنیم. مثلا بگیم ظرفیت بانک مثلا 20 نفر هست. درست؟ و ازم به حضورتون که بیام اینجا حالا من اینجا کاری که انجام بدم که بیام و از یک آپشن چون اینجا وقتی مشتری وارد میشه خب باید تکلیف خوب میتونم انتخاب بکنم اینو بکشم بیارم این طرف و یه آپشن سلکت آوتپوت هست. چرا؟ چون که بعضی مشتری‌ها میرن سراغ ATM بعضی میرن سراغ چی؟ سراغ دقیقاً سرویس. این سلکت آوتپوت خوبیش اینه که ایجنتی که بهش وارد میشه رو مسیر بعدیش رو برات میتونید با این آپشن با این تعیین کنید. خب من اولا اینکه میام این رو روش دوباره کلیک میکنم اینو میام و به این نقطه وصل میکنم. قاعدتا این هم وقتی کارش تمام میشه از اینجا سینک میشه به کدوم طرف؟ به طرف بالا. تکلیف بعدی میخوام بهتون بدم اینه که این دو نقطه های بالا سرویس بشه مفهومی، دو نقطه های بالا کیو بشه مفهومی. خب این که انجام دادم تو سلکت آوتپوت میتونم دقیقاً نحوه هدایت رو میتونم بر مبنای شرط بذارم تا مبنای احتمالات. من اینجا میتونم یه مفهوم داره ایف کامی رندوم ترو نیم یعنی چی؟ یعنی 50% اوقات ترو میره اینجا 50 یعنی که مثلا 100 تا بیان 5 تا این طرف 5 تا اون طرف. خب اینه که انجام بدم و ارزم به حضورتون این تیکش ساخته شده. یعنی من تونستم اینو انجام بدم. الان ران کنید اما این نکته اینجا دقیقاً توی سرویس من نیاز دارم یه سری منبع اینجا استفاده کنم. اینجا ریسورس میخواد. برای اینکه ریسورس باید حتما اینجا بیام از ریسورس پول استفاده کنم. ریسورس پول اینجا از اد اضافه میکنم. اسمش میذارم چی؟ میذارم تلر مثلا صندوقدارها مجموعه صندوقدارها. میگم ما ظرفیت ما اینجا مثلا 4 تا ما صندوقدار داریم مثلا دیگه دست شماست. خب حتما روش تحلیل حساب بکنید. خب تو انجام بدم. وقتی این کار انجام دادم بعد بیام تو سرویس و بگم از اون پولی که وجود داره اینجا بگم از اون پولی که وجود داره بیا و دقیقاً چه کن از تلر انتخاب کن. چند نفر؟ یک نفر برای هر مشتری کفایت میکنه. توضیح گفتم ظرفیتم گفتم. مرسی از شما متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 9 25 اردیبهشت. ببین ما امروز میخوام در مورد خروجی های شبیه سازی صحبت بکنیم. ببین اولا این نکته خیلی مهمه بچه‌ها. ببین انیمیشن مهم هست. خب خود این که کار رو به درستی انجام بدی مهمه. فلو چارت خوب بکشی دقیقاً این فلو چارت کانفیگ خوب انجام بدی مهمه. اما چیزی خیلی مهمه تحلیل هاست. یعنی اون خروجی های کاره. خب خوشبختانه یه پالتی داریم توی در حقیقت توی انیلاجیک به نام پالت آنالیسیس که شما میتونید اینجا دقیقاً از استفاده کنید. ببین مثلا فرض کن من الان برای مثلا یوتیلایزیشن ATM میخوام میام یه بار چارت استفاده میکنم میارمش اینجا
این بار چارت رو در حقیقت چیکار میکنم؟ ریسایزش میکنم به اندازه‌ای که فکر میکنم مطلوبه. این نکته اینجا بهتون بگم، ببین اینها خیلی از این چیزایی که باید یاد بگیرید صحیح خطا داره، باید بیاری امتحان بکنی، ارور دریافت کنی، بعد اینا و خیالتون راحت باشه این منفجر نمیشه. کامپیوتر دوست دیگه باشه خراب نمیشه، آتیش نمیگیره، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط هر بار که کار میکنی اطلاعاتت میره بالا، دانشت بیشتر میشه، بیشتر یاد میگیری. خب مثلا فرض کنم الان یه بار چارت گذاشتم اینجا، مثلا فرض کنم میتونم اینجا لژندشو مثلا بذارم پایین باشه، به وقتی اینو ری اسکیل میکنم طرف بالا دقت این چی میشه؟ بیشتر میشه. میتونم اینجا بیام چیکار کنم؟ بیام اینجا و در حقیقت لژندشو بالا بذارم و مثلا عنوان بذارم برات بگم آقا ATM چی؟ ATM مثلا یوتیلیزیشن ها برام بهره وری دستگاه چه جوری هست. خب بعد اینجا ولیوشو ببین، خب من چی میخوام؟ من با ATM ببین دقت کن اسم بلاکتون چی ATM. اگه این تو بزنید ارور میده بهتون، با دقیقاً عین خودشو گفتم کوچیک بزرگی حروف توی اندازه‌شون برای مبنای جاواس مهمه. دات نقطه که میزنین یا چه تمام امکاناتی که این بنده خدا میتونه به شما ارائه کنه رو با کنترل اس میتونید ببینید. حالا این مثلا فرض کنم من نگاه میکنم یه چیزی دارم مثلا به نام استات یوتیلیزیشن. خب این دقیقاً اطلاعات آماری مربوط به یوتیلیزیشن رو توش دقیقاً به صورت مجموعه داده توش نهفته، انگار یه ابجکتی که توش اطلاعات من دارم. حالا این بعد میگم باز میتونم دات بزنم، بعدشون قابل چیزا با خود اینا از روی سری اطلاعات یه سری امکانات داره. دات که اگه کنترل اس بزنید باز بشینید منطقاً این سری امکانات داره. مثلا من میگم ماکس نمیخوام توی مجموعه مینو میخوام، میانگینو میذارم. الان اون تیکش درست شد، من دقیقاً اینو دقیقاً درست کردم. حالا میخوام برای کیو هم میخوام داشته باشم، میخوام میام ماجرای بار چارت دیگه میذارم اینجا. خب میگم خب این میتونم اینجا مثلا به این ترتیب باشه جهتش، نمیدونم بیام اینو دقیقاً بیام ری اسکیلش بکنم، اینو بیام مثلا کوچیکش بکنم، نمیدونم بیام اینجا لژندشو مثلا بزنم بالا باشه، بیام تایتل بزنم بگم مثلا این هست کیو چی، کیو مثلا لنز، کیو لنز مثلا طول چی، صف. بعد ولیو اسم آبجکت چی، اسم این آبجکت دقت کن کوچیک بزرگی حروف کیو عینش تایپ کن، از این رو میده بده میگه پیدا نکردم اسمشو، چون باید دقت کن جاوا ممکنه جاوا حروف کوچیک بزرگ فرق داره. بعد میگم دات کنترل اسپیس. خب برام مجموعه اطلاعات داره در مورد سایزش، چون معمولا ثبت در مورد سایز مهمه، سایز من خوشم داره. بعد میگم دقیقاً باز فکر می‌کنم کنترل اسپیس نه این چه امکاناتی ارائه می‌کنه، میگم این مکس خیلی چیزا میده. بعد خیلی وقت شده که من رفتم اینا رو دونه دونه خوندم ببینم چه چیزایی داره. اینا الان انجام دادم. خب این دو تا رو که ساختم بذار ران بگیرم ببینم چه اتفاقی میفته. خب ببین وقتی ران میگیرم خب امیدوارم که که ارور نداد. اگر ارور نگران نباشید رو ارورش کلیک بکنید به شما میگه دقیقاً اول بهتره که شروع کارتون بیلد است کنید. الان کار داره به صورت لحظه‌ای داره ATM یوتیلیزیشن و کیو لنس نشون میده، کیو لنس صفره. بعد کن یوتیلیزیشن بالا جالبه که تو وابسته وقتی این میره بالا این میره بالا یه سری اطلاعات داره، پس شما میدونید بین تو وابستگی وجود داره. خب الان مدل ساده است بزرگتر بشه این تحلیلات نموداری خیلی شما کمک کنه. خب الان 8 تا چقدر از زمان گذشته؟ مثلا 19 گذشته، 20 تا گذشته، 8 تا وارد شدن، 8 تا مشتری وارد شدن، 5 تاش اینجا درگیرن، 5 تا اینجا، از این 8 تا 5 تا ببخشید 3 تا 8 تا درگیرن. زمان میگذاریم تا سرعت رو برام بالاتر. ببین نگاه کن هم تو این زیاد کم میشه. یه جایی دقیقاً چی میشه؟ یه جای احتمالاً یه جای وای میسته. میبینید مثلا یه تمام هم اولوش اینجا ATM 35% یوتیلیزیشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 10 شب 25 اردیبهشت هست که من خدمت شما هستم. خب ببینید کنید ما اونایی که خروجی که حساب کردیم از جنس چی بود؟ محتوی بر زمان بود که توی ضبطی ها توضیح داده بودم که خروجی شبیه‌سازی یا محتوی بر زمان هستن، دقیقاً مخرج تی هستش و با انتگرال حساب میشن، کانتینوس هستن، یا محتوی مشاهده هستن به تعداد ربط داره. 10 تا مشتری داشته 10 تا مثلا زمان انتظار داره. من میخوام زمان انتظار مشتری رو هم تو صف حساب بکنم، هم کلا تایم در سیستم مشتری زمانی که تو بانک میگذره تا خدمت رو بگیره رو حساب بکنم. خب برای این کار شروع می‌کنیم. خب ببینید کنید یکم ازش فرق داره. خب یه سری نسبت آماده سازی محتوی مشاهده، یه سری نسبت آماده سازی داره. ببین ما دقیقاً این همون پروژه بانک ماست که ما باز کردیم. اینم مین نگاه کنید، ما داشتیم پروژه بانک میشه بانک/مین. خب من تو این یه مین دارم که صفحه طراحی مساجد اگه تو باشه توی دقیقاً اومدم ایجنت تایپ رو اد کردم، درگ کردم اومدم انداختمش اونجا و دقیقاً با اون اومدم فیگر کاستومر رو تعریف کردم، یه نماد پرسن گذاشتم خاطرتون باشه. خب که اینجا توی سورس دقیقاً چه کردم اومدم و دقیقاً اسم اون ایجنت کاستومر کردم که نماد آدم داشت. فقط نکته که از اینجا حواستون باشه وقتی که اونا رو من انیمیشن رو حذف کردم لوکیشن هاشو اینجا باید اینجا اگر توی چیز حذف و خاصی کار بکنید لوکیشن رو برده و نه ارورتون میده. خب میام چیکار میکنم اینجا اصلا به حضورتون که اتفاقی میفته میام توی مثلا توی خود کاستومر. خب میگم که من نیاز دارم که در مورد توی کاستومر داشته باشم هم ویتینگ تایم داشته باشم هم دقیقاً تایم سیستم داشته باشم. لذا دو
تا میام تو پالت تو خود مثلا تو این پالت ایجنت دارم. اینجا شما میتونید پارامتر تعریف کنید، مثلا میگم قد وزن، نمیدونم فشار خون، یا خب من قد و وزن نمیخوام، من دقیقاً میخوام ویت تایم باشه حساب کنم. درسته؟ لذا چیزی که هست اینجا یه پارامتر تعریف کنم به نام استارت ویتینگ که استارت ویتینگ دقیقاً چون تو این میخوام بعد هیستوگرام رسم بکنم برای ممنوع این که زمان انتظار هیستوگرام بکشم براش. خب نوعش هم دابل اشاری، نوع دیگه هم داره، اینتیجر داره، بولیان داره، فلان داره، اینتیجر صحیح بولیان صفریه که این اشاری اس ویتینگ اشاری. بعد اینجا یه پارامتری هم تعریف میگم من ضمن در مورد تو میخوام تایمی سیستم هم دارم، چون تایمی سیستم میخوام حساب کنم بدونم تو کی وال سیستم شدی اون داشته اون حله. پس من یه مثلا متعارف تعریف میکنم به نام اینترنت سیستم، یعنی دقیقاً مثلا فرض کن این حالا اسم دیگه شما اسم سری بذار. خب این تعریف کنم خودم نوش دابل. خب حالا که این کارو کردم برمیگردم تو پنجره مینم. درسته؟ من پارامترها رو دیگه قد و وزن نمیخواستم ولی در مورد اینا ازت میخواستم. خب تعریف میکنم برات هر مشتری مال خودشه. خب اگه تو باشه پارامتری که داخلی تعریف میشه اتریبیوت، اگه اینجا تعریف اتریبیوت نهاد میشه یا اینجن میشه، اگه داخلی تعریف میشه ویژگی چی میشه؟ ویژگی اون مین، مثلا میشه ویژگی سیستم. خب میام کجا؟ میام ازم بوزون داخل دقیقاً اینجا توی آنالایز یه چیزی دارم هیستوگرام دیتا. یه هیستوگرام دیتا چون میخوام دیتاهای مربوط به چی رو جمع بکنم اول، مثلا زمان انتظار رو. خب پس من یه هیستوگرام دیتایی رو اینجا چیه اینجا باید در نظر بگیرم. خب این هیستوگرام دیتا رو نمیشه میذارم چی؟ نمیشه میذارم ویت چی؟ نمیشه میذارم در حقیقت ویت تایم چی؟ ویت تایم دیست، چون من میخوام ضبط کنم مجدد اینو میبندمش. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم ادامه در حقیقت بخش 10-25 اردیبهشت هست و ارزم بزرگی ما آمدیم گفتیم یه دیتا هیستوگرام دیتا که داده های مربوط به مورد نیاز هیستوگرام رو تعیین کنیم. این داده رو تعیین میشه تو این ضبط میشه که اینجا تو خروجی بر اساس استفاده کنیم در قالب هیستوگرام. این هیستوگرام دیتا اچ گذاشتیم ویت دقیقاً تایم دیسترو هم دقیقاً تو داده های مربوط به ویت تایم رو جمع آوری کنه. من برام اینترول گذاشتم 50. حالا این تعداد اینتروال ها رو بیشتر گرفتم، 10 بود پیش‌فردش. اینم 5.5 بوده اشتباه نکنم، کردم 1/100 که دقت بازار کوچیک‌تر کنم که سایزش بهتر بشه. خب حالا میام یه هیستوگرام دیگه اینجا اضافه میکنم برای تایمینگ سیستم. اسمشو میذارم چی؟ اسمشو میذارم در حقیقت همون تایمینگ سیستم. در حقیقت این سیستم مربوط به دیستریبیوشن میخوام اینو حالش دیستریبیوشن بگیرم و اینجا هم باز همون 50 میگیرم و اینجا هم به جای 1/10 میگم بازار کوچیک‌تر میگیرم که رقم دقتش بالاتر باشه. خب میگیرم 500. باز خیلی میگم 1/100. اگه اونم فکر کنم چون من دارم از 1/100 اونم فکر کنم 1/100. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا ما باید ببینیم که من اونا رو حساب کتاب انجام بدم. یعنی من حساب بکنم که مثلا ویت تایم رو حساب بکنم و تایم سیستم رو. بعد میام تو سورس زمانی که نهاد متولد میشه قبل از اینکه وارد شبکه بشه، اینجا من میتونم چیکار کنم؟ آن بیفور ارایوال دارم چه قبل از ورودش، آن ات اگزیت به محض اینکه میخواد خارج شه و آن اگزیت خارج شه. خب من میام چیکار میکنم؟ میگم خب وقتی که نهاد در حقیقت چیز شد، آن نهاد وقتی که در حقیقت خاص خارج بشه، من زمانشو بایستی در ذخیره‌ام، چون من اینجا ببین من اینجا این چیزی که در حقیقت اینجا تو سورس ایجنت تولید میشه دیگه. خب پس من از لغت همون ایجنت دیفالت خوش متوجه میشم منظورم چیه، ایجنت دات کنترل اسپیس و اینجا چیکار میکنم؟ میگم خب حالا اون پارامترش قاعدتا شاید اینجا بر اینجا خوشبختانه تشخیص داد که این اینترنت سیستم مساوی است با حالا چی قراره تو این ذخیره بشه؟ زمان این زمان دقت توی این لوجیک تابع تایمینگ کنن. این همه شما تو کد این کدی که نوشته بودیم برای این دقیقاً این اسم متغیری که زمان رو نگه می‌داشت برای من بود کارنت تایم. خب هر جام در حقیقت می‌خواستم آپدیت انجام بدم یا نیاز داشتم از این کارنت تایم استفاده می‌کردم. این دقیقاً همون معادل چیه؟ معادل این تابع تایمی که این تایم من دقیقاً تو این لحظه اون زمان رو به من نگه من تو این متغیر ذخیره می‌کنم من. خب من یادتون باشه تو بیس جاوا هست حتما باید تای هر دستوری به یه دقیقاً این دستور دیگه این کارو من رو انجام بده، باید سیمیکولون بده. خب پس من الان دقیقاً زمان ورود مشتری رو هر مشتری به تفکیک دقیقاً تو اینتر سیستمش ذخیره میکنم. خب میاد اینجا حالا من باید ببینم که کجا. ببین تو اینجا میاد تو کیو وقتی که وای میسه من تو برای ای تی ام میخوام دیگه. درسته؟ من اینجا میام چیکار میکنم؟ میام اینجا و میگم خب به محض اینکه مثلا وارد شد، خب حالا اینجا که وقتی وارد شد این ایجنت وقتی وارد شد کنترل اسپیس، خب استارت ویتینگشو بزن. پس یه استارت دقیقاً ایجنت اینجا استارت چی
در اسخای میکنم اینجا اشتباه تایپی بود باید بشناسه استارت ویتینگشو باز بذار چی بذار تایم. پس اینم مشکل زمان اسخای میکنم اینجا بله تایم میذاریم. خب اینجا سی میکنم وقتی که تا میخواد از این خارج شه یعنی چی میخواد خارج یا اگزیت ریموو اگزیت طبیعی خارج ریموو یعنی ما امکان داره که مثلا یه نهادی هستش سر بره توسط یه آپشن دیگری از سیستم حذف بشه. این واسه من آن اگزیت میخوام. آن اگزیت رو میام چیکار میکنم؟ خب میگم که من به محض اینکه میخوای خارج شی میام چیکار میکنم؟ میام و میگم یادتون میاد ما یه دقیقاً دیتا سی داشتیم به نام wait time distribution خاطرتون هست. خب میام اینو فعالش میکنم و میام چیکار میکنم؟ میام میگم که خب این کنترل اسپیس میام چه امکاناتی داری مطالعه میکنم بررسی میکنم با 4 نفر مشورت و فلان اینا میگم یه امکان مثلا فرض کن چیز داره اد داره اد که میگه حالا میگه اد چی رو اد کنم؟ میگم بیا اد کن که در الان ساعت چنده تایم منهای چی منهای ایجنت مشخصات انتر سیستمش دقیقاً انترد چی انترد دقیقا چی اینجا همون چیز میشه استارت ویتینگ. الان من دیتا ستم رو دقیقا چرا کردم درست کردم تا اینجای کار. خب بذار سیو بشم بزنم ادامهش دقیقا توی چیز خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش آخر نهاد به بخش 10 و 25 اردیبهشت که ما می‌خواستیم بهتون یاد بدیم چجوری خروجی‌های معتبر مشاهده رو دقیقاً توی ارینا پیاده‌سازی کنید. خب میام اینجا توی اصلا تو انرژی تو ارینا راحت‌تره تو انرژی کم سخت‌تره. خب من میام چیکار می‌کنم؟ میام مثلا این پس اینجا ما اومدیم و اون ویت تایم دیستریبیوشن نهایتاً اینجا تو کیوت کارش تمام شه. این وقتی که تو اینتر وقتی وارد میشه من میام زمان رو براش ثبت می‌کنم به واسه اینکه میخواد خارج شه. اگر همون لحظه خارج شه خب این تایم با تایم برابر این میشه صفر به استفاده اضافه میشه. ولی اگر در حقیقت این دو تا با هم دیگه اگر اینجا معطل بشه به خاطر وقتی این دیلی حالا اگر دیلی بشه اجازه داد قطعا این تایم از اون تایم قبلی بزرگتره این متفاوت میشه اون فاصله ای که ایشون منتظر مونده رضا تو ویت تایم دیسم اضافه میشه بشه. خب این هست. حالا من میخوام در مورد تایم این سیستم حساب کنم. تایم سیستم به اینجا تو سینک دیگه وقتی میخواد خارج شه. خب وقتی میخواد خارج شه اینجا چه اتفاقی میفته اینجا انجام میده و یه مشکل داره که حالا خودتون بعدن این رفع رجوع کنید. اینی که خب من این کیو رو برای این حساب کردم این قاطیش میشه. حالا اینو با تاشات ارور به شما بده. حالا اینو باید چک کنید. ولی علی حال من با تو انتر این دقیقاً چیکار میکنم؟ میگم خب حالا تایم این سیستم رو تایم این در حقیقت نه ببخشید درسته اسخای میکنم درسته مشکل ایجاد نمیکنه چون چه از این کانال به چه از این کانال به این تایم اینترش اینجا استفاده شده. پس من تایم این در حقیقت تایم این سیستم رو اینجا چیکار میکنم؟ کنترل اسپیس دیستریبیوشن رو میام چیکار میکنم؟ میگم اد کن. اینم اد دارد اگر دو کنترل اسپیس امکان اد رو داره اد کن و میام چیکار کنم؟ اد کن. چی رو اد کنم؟ خب میگم یه الان ساعت چنده تایم منهای انتر سیستمش انتر اونجا که توی دقیقاً تو سورس اخرشته بود به نام چرا اینطوری کرد بزنم اونجا بکنم ای ان بخش ایجنت بود اینجا بنویسید ایجنت اینجا بنویسید ایجنت نقطه کنترل اسپیس و اینجا انتر سیستم اضافه کنید بهش و این تایپ میکنه یادتون نره. خب حالا من اگه اینو بزنم ببینم ارور نمیده نه اگر اینو ران کنم شما میبینید که خیلی اطلاعات خیلی خوبی در مورد این دیتابیس شما میده که حالا من دارم اینستاگرامش براتون بگم که دفعه با هم همه رو با هم دیدیم اینستاگرام جو میذارم اینجا اینستاگرامی که میذارم برای چی استفاده میکنم؟ من یه اینستاگرام میکشم اینجا برای چی؟ برای اون ویتینگ چیزه ویتینگ تایم ویتینگ دیستریبیوشن. پس تایتلش رو میذارم در حقیقت همینطورم اینجا میتونم در حقیقت اینستاگرام رو میذارم ویتینگ چی ویتینگ مثلا چی تایم دیستریبیوشن. میدونید که دیستریبیوشن خوبیش اینه که مینیمم ماکسیمم نمیدونم همه اینا همه رو شما میتونید همزمان تو ببینید. بهترین توضیح آماری دیستریبیوشن هست. خب اطلاعات چیه؟ خب اطلاعات شما همون ویت چی ویت تایم چی ویت تایم دیستریبیوشن میتونید اینجا این چقدر قشنگ. خب همین کار رو من میام یه اینستاگرام دیگه میندازم اینجا و ارزم به حضورتون که مربوط به اینجا بذارید اینو میام اینجا و میام اسمش رو مثلا یه چیز دیگه میذارم چون فرصت ندارم میذارم چی میگم تایم این سیستم دیستریبیوشن بذارم تایم این سیستم دیستریبیوشن و اطلاعاتی که باید رسم دیتا در حقیقت این میشه کنترل ایکس این میشه وی این چه دیتایی میگم دیتای کدوم همون تایم این سیستم چیه دیستریبیوشن. الان من اینو بزنم بیلد و رانش کنم شما چیه شما ارزم به حضورتون که میبینید که بیلد این فکر کنم اشتباه کردش. خب
مرسی. خب این زیر بخش 4 بخش 10 25 اردیبهشت آخرین فایل ضبطی مربوط به این بخش هستش که ببینید من این مدل هیستوگرامش اضافه کردم. خب برای در دقیقاً مبتنی مشاهده ببینید وقتی میذارم بلت چکش میکنه مدل میگه مدل ایراد نداره. درسته؟ خب دقیقاً بذارید من یه لحظه اینجا ببینم مدل بانک سیمولیشن انتخابش میکنم و دقیقاً اینو که میزنم حالا این ببندیدش میبینید مشکل نداشت. خب ران شد. درست؟ این اسم برگردید من به عمدی خطی تو وارد بکنم. مثلا فرض کنم من اینجا وقتی مثلا فرض کنم میام اینجا وقتی که مثلا فرض کنم میام اینجا و میگم مثلا ویت تایم رو حساب بکن. خب بیام چا کنم بیام و ببخشید اینجا مثلا تو اینجا خب بیام مثلا اینجا ویت تایم دیستریبیوشن ها مثلا اینو مثلا بزرگ بنویسم مثلا. درست؟ البته اینو میزنم ببین با اینکه دقیقاً DISTR نوشتم ولی چیه میگه it cannot be resolved or is not a field. میگه فیلد نیست و نمیتونم حلش کنم. به خاطر اینکه اینجا چیه روش دوباره کلیک بکنید میره اونجا وای میسه کجا گیر کرده. ببین وقتی میاد رو اینجا دقیقاً میاد اینجا وای میسه. خب ببخشید این که نه این که اصلا مربوط ما نیست. این نگاه حواستون باشه این مربوط به سیمپل کیو اصلا اینو هیچ مربوط ما نیست. خب اینو نگاه میکنیم میگه ویت تایم دیس این نگاه میکنیم این مربوط به ماست. خب حواستون باشه. خب این که مربوط به ماست میگه نمیتونه ریزالو تو وریبل میگه بخوام این متوجه میشید چک میکنیم اینجا اشتباه کردید. خب DSTR بوده نه بزرگ کوچیک. خب این وقتی که حالا اینجا که هیچ اینه که میبندیمش ران میکنیم ببینید چه اتفاقاتی میفته. خب وقتی ران میکنید اولا اینکه قشنگی داستان رو ببینید. من اینا دقیقاً دور تون میذارم که ببینید یکم دور تون تر میذارم که هیستوگرامش براتون بسازه. ببین الان هیستوگرامش براتون میسازه. هیستوگرام خوبش اینه بتون میبینید. بعد جالبه که اینجا عدد سامپل هم شما دونه دونه درش هم به شما میگه میشمره میانگینش حساب میکنه لحظه ماکس مینیمم دیوییشن انراف معیار این همون شما گفتید میانگین بله منفی کانفیدنس لول این دقیقاً حساب میکنه سامیشن. بعد این بازار دونه دونه میشمره که تو هر بازی چند تا ویتینگ تایم افتاده همه رو چیکار میکنه براتون حساب میکنه و نهایتا وقتی که شما اینو یه جایی به بعد دیگه هیستوگرام چی میشه؟ ببین الان این هیستوگرام به چیزش به این شکل چولگی داره. خب اینو که هم نگاه میکنید شاید جالبه میفهمید که این حالت میتونه دقیقاً ویتینگ تایم میتونه حالت اکسپوننشیال داشته باشه ولی دقیقاً توی ویتینگ تایم فلانه. مرسی از شما.